هی هی گلکم جان بلبلکم جانان شما یار یار جانان شما یار جانی دلم مهربانم نعیم جان و پریسا توی دارند. دوستانشان با سرود مردمی آنها را شادباش میگویند. نعیم امروز داماد بود، من کلین بودم عروس. ما صحنه یاری را نشان دادیم و آنجا نه تنها چخ‌ها بودن، بسیار آدم‌ها از روسیه، از قزاقستان، از اسلواکیه هم بودن. این توی رمزی بود که دانشجویان تاجیک در پراگ به نمایش گذاشتند. در مرکز همایش مهاجران در چخیا جوانان تاجیک هنرهای مردمی، خوراک‌های ملی و طبیعت تاجیکستان را معرفی کردند. بچه‌ها نشان دادیم که چه ماهان همین توی رو در تاجیکستان جشن میگیریم. فکر میکنم که برای همین برای چخ‌ها این خیلی شوق‌آور بود. نعیم جان در بخش سینماگری و پریسا در بخش مالیه میخواند. تحصیل در چخیا رایگان است. تو زبان چخی رو از خود منمایی، پس از آن خواندن با زبان چخی در اینجا به پول است و همه میتواند که این امکانیت را استفاده برد. تحصیل رایگان در چخیا به اهل دین امکان داد که مقیم پراگ شود. او در یک شرکت معروف کار میکند. همسرش را نیز با خود آورده است. بسیار مشکل بود اول برای اینکه خیلی زبان خارج است، منتالیتش دیگر است. لیکن یک هم زبان انگلیسی را ناز می‌داشتم و هم زبان روسی را. اگر زبان روسی را دانید، زبان چخی را یاد گرفتن آسان‌تر است. برای همین کمتر مشکلی آسان شد. لیکن اگر برابر کنید، هم پیش از چخی آمدن 1.5 سال در روسیه خواندم. درس‌های اینجا کمتر قیمت‌تر است. لیکن صفتش هم بالاتر است. در شهر پراگ نزدیکی 60 جوان تاجیک تحصیل می‌کنند. مسئولان این همایش گفتند برای شناخت تاجیکان برگزاری چنین چهاربینی‌ها مهم است.